کدام پیغمبر خبری خود را بود از آن خودش کند. پیش از آنی که من قصه رو شروع کنم از شما خواهش دارم که در کانال обуна шавед و лайк رو زیر کنید و دستگیری شما برای ما خیلی مهم است. روزی حضرتی عزرائیل به نزد حضرتی موسی آمد و به او گفت من آمدم که جان تو را قبض کنم. حضرتی موسی گفت از کجای بدنم جان مرا قبض کردنی؟ حضرتی عزرائیل گفت من از دهانت شروع میکنم. حضرتی موسی گفت از زبانی که همیشه بر ذکر خدا بود از همینجا شروع میکنی؟ حضرتی عزرائیل گفت من از دستانت شروع میکنم. حضرتی موسی علیه السلام گفت از دستانی که همیشه کتاب خدا رو بر دست داشتم از همین دستان تو شروع میکنی؟ حضرتی عزرائیل گفت من از پایهایت شروع میکنم. حضرتی موسی گفت از پایهایی که همیشه جهد و تلاش میکرد، همیشه روانه بود به سوی بر بالای کوه به ذکر خدا همیشه مشغول بود و همیشه کمک میکرد که من به بالای کوه برآمده و با خدای خودم سخن بگویم. تا از این پایها شروع میکنی جان مرا گرفتن را؟ حضرت عزرائیل علیه السلام به حضرت موسی گفت خداوند بر تو وقت داده است و کدام وقتی که به مرگ تیار شدی بگو تا بیایم جان تو را قبض کنم. مدت زندگی کرد. روزی حضرت موسی علیه السلام بر درون بیابان می رفت که مرد را دید قبر کنده ایستاده است. به نزد مرد آمد و گفت آیا می خواهی که کمک کنم به تو که با هم قبر کنیم؟ مرد گفت بله. حضرت موسی به مرد کمک کرد و قبر را کندند و تیار. قبر آماده شد و مرد در درون قبر در آمده دراز کشید و خواست بیند که قبر چگونه آمده است. و مرد از قبر بیرون آمد و حضرت موسی گفت من هم میخواهم که یک بار به قبر نظر کنم که قبر چگونه است. و به درون قبر در آمده دراز کشید و ناگهان حضرت موسی علیه السلام جایگاه خود را در بهشت دید. جایگاه خود را در بهشت دید و از او دل کنده نتوانست و به سوی خداوند گفت که من آماده‌ام که به سوی تو بازگردم خداوندا. حضرت عزرائیل جانش را گرفت و آن قبر خود موسی علیه السلام گشت. آن مردی که با همراهی حضرت موسی قبر را کندند آن خود عزرائیل بود و با همراهی خودش را با شکل مرد کرد و با همراهی موسی علیه السلام قبر را کندند. و تا به امروز میگویند که قبر موسی علیه السلام نمیدانند که در کجا قرار دارد. من این قصه را از یک گروه خواندم و شاید در قصه خطایی باشد. از شما عذر و بخشش میپرسم و این خطاگی که در این قصه است امیدوارم که در کامنتر می نویسید و خطاگی قصه را اصلاح خواهیم کرد. باقی سربلند و خانه آباد باشید و همیشه دستگیری کنید و در دستگیری باشید و انتظار شوید که قصه های جالب در پیش است. خداوند نگهدارتان.